بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما تسلیت این ایام. ببینید این که میگم رژیم صهیونیستی امروز منفورترین رژیم در جهانه و هر کسی در مقابل او بایسته آبرومند خواهد بود. این و میدونیم از اون که قدرت رسانه‌ای بلا منازع در دست ایناست، همه رو دارن خفه میکنه، اما این در حال ترک برداشتن. اتفاق مهمی این سری در واقع فیلم جدید سوپرمن به کارگردانی جیمز گان، نمیدونم خبرشو دارید یا نه، از دو تا کشور سمبولیک داره استفاده میکنه که یکیشون پشت دیوارهای بلند و حائل گیر افتادن و اون یکی کشور متخاصم دائم به اینا حمله میکنه، زیر ساختشون رو میزنه و سوپرمن برخلاف جریان قدرت وارد عمل میشه، میره کمک اینا. رئیس اون کشور متخاصم گریم صورتش و چهره به شدت شبیه، حالا دوستان حتما زحمت بکشن چیزاشو بذارن این تصاویر، شبیه چهره خدمت شما عرض کنم بن گوریون از رهبران رژیم صهیونیستیه. خب این چیو نشون میده؟ نشون میده که ببینید وقتی در سینمای غرب اینها ترک برداره، وقتی تو کنسرتاشون شروع کنن علیه اسرائیل حرف زدن، این تا یه حدی میشه مردم نگه داشت، از یه جایی به بعد دیگه میشکنه. خب الان موجب بازخورد شده در شبکه‌های اجتماعی، طرفدارای اسرائیل ناراحت شدن، طرفدارای فلسطینی خوشحال. خب و این حتما بالاخره یه عده میخوان اینا تحریم کنن این فیلمو، یه عده میخوان استقبال بکنن. خب مهم اینه که این تصمیمات داره گرفته میشه. این خیلی خیلی اتفاق مهمیه ها، اینا نباید ساده ازش گذشت. این که ما در هالیوود شاهد همچین اتفاقی هستیم، این فراموش نکنیم که اگر یک روزی شما کوچکترین انتقادی از سران اسرائیل، رژیم صهیونیستی در امریکا میکردید، بیچاره بودید. خب مثلا دانشگاهاشون ریخته به هم. هیچ وقت یادمون نمیره هنرپیشه معروف امریکایی که گفت هالیوود owned and run by the Jews. هالیوود توسط یهودی ها ساخته شده و توسط اونها هم در واقع هدایت میشه، ران میشه. به 24 ساعت 48 ساعت نکشید که اینو مجبور به عذرخواهیش کردن. خب در واقع ما دیگه بزرگتر از هنرپیشه مگه داشتیم؟ محبوبتر از این مگه امثال اینها داشتیم؟ به چی رسیده اون قدرتی که اون موقع اینجوری میاد و امروز داره پس زده میشه؟ اینکه یه سری اتفاقات داره میفته، یه فطرت‌هایی تو دنیا، این فطرت بوده، امکان ظهور و بروز نداشته. من معتقدم این رسانه‌های، همین شبکه‌های اجتماعی، همین رسانه‌های جمعی فرصتی فراهم کرد برای اینکه مردم من حرفشون رو بزنن، برای اینکه خیلی از این دروغایی که یک طرفه به عده گفته میشد امروز واقعا امکان ارزیابی و محک وجود داره. شما تو توییتر از یه فیلم اشتباه استفاده کنید، حتی از سر سهوا این کارو بکنید، اشتباهی هم باشه، میبینید خود توییتر میاد اون زیرش میذاره که آقا این چه میدونم مثلا این کلیپ مال اینجا نیست، مال یه جای دیگه است. یعنی کذب بودن اون خبر رو فارغ از این که اون تقصیر داشته یا قصور داشته مهم نیست، به شما نشون میده، داره به شما اثبات میکنه. خب این یه فرصته، این که ظهور زمانی شکل میگیره که بسترهایی فراهم بشه. برای چی؟ برای راستی آزمایی. بسترهایی فراهم بشه برای اینکه این خبر حقی به گوش مردم برسه. این نیاز به یک تکامل تدریجی کل دنیا داشته. اینکه خیلی ها میگن آقا مثلا این 313 تا یار امام زمان یعنی هنوز آماده نشدن. ببینید اون بخشی از ماجراست. یه بخش دیگه اینه که این بستر و این فضا و این اتمسفر باید آماده بشه. که شما دیدید مثلا میگن امام زمان وقتی ظهور میکنن، من نمیگم حتما این است، اما میتواند این باشد. حداقل این گوشی موبایل و این تکنولوژی بعید بودن اینو از ذهن برد. تا قبلش میگفتن اینا خرافات دینی عدی، امروز سکوت مجبورن اختیار کنن، نمیتونن حرف بزنن. این که میگه وقتی امام زمان ظهور میکنه مردم کف دستشون نگاه میکنن، به سمت کف دستشون نگاه میکنن و میبینن اون خبر رو، یعنی چی؟ تا قبلش جام جهان نمایی بوده مثلا میخواسته بیاد بیرون اونجا، تا قبل این بود، اما از موقعی که موبایل اومده، تبلت اومده، امروز یه نگاه دیگه به این وجود داره. یا وقتی گفته میشه که حضرت ولی عصر ارواح نافدا وقتی میخوان به مأموران خودشون که تو دنیا از سر تا سر اقصا نقاط دنیا به مسئولین کارگزاران خودشون خبری رو میخوان برسونن، یه وقتی شما امری رو نمیدونید، میگه بلد نیستید، اونجا علم غیب که ندارید، که معصوم هم که نیستید، خب دارید اونجا مدیریت میکنید، خب بعد نمیدونید باید چیکار بکنید. میگه وقتی میپرسید به شما دستور میاد، میگه به سمت کف دستت نگاه کن و امر تو در اونجاست. یعنی چی؟ یعنی کاری که باید بکنی سریع برات بخشنامه میشه، برات فرستاده میشه. قبلا چجوری بود؟ یه اسب بود، یه نفر سوار اسب میشد، چاپاری بود و چاپارخونه بود، اینو به پای کفتر میبستن و یکی کفتر مثلا میمرد و اسب نمیرسید و یکی رو میکشتن و با دود مثل سرخپوستا بیان فلان. گذشت کسری از ثانیه، در کسری از ثانیه
اون خبر میرسه به ما هم تو این ایام مثلا جنگ، خب به اندازه زعم خودمون، به اندازه خودمون یه کاری داشتیم میکردیم. خب گروهی داشتیم در کسری از ثانیه، یک نفر توی شهر دیگه، یک نقطه اون طرف منطقه شرق ایران که منطقه غرب ایران، جنوب ایران، شمال ایران، با خبر میشدیم از همه چی، هماهنگ میکردیم با هم دیگه. درسته؟ این اتفاق میفته و این خبر مهمیه. من که خیلی مدت‌ها مثلا نقد فیلم انجام ندادم، این فیلمم نمیخوام نقد بکنم، شاید بعدا نقد کنم، میخوام بگم موضوع من نیست. موضوع اینه که میگم این دیواره داره ترک برمی‌داره. اینجا که من و شما از همین ابزار بتونیم بهتر استفاده کنیم. فکر کنید مثلا به عنوان این همه آدمی که دارن تو ایران مثلا فارسی توییت میزنن که بدم نیست، بالاخره همینجا هم نیاز داره مردم خودمون رو به عنوان سنگر اصلی این مقابله با صهیونیسم همیشه ذهنمون آماده باشه، دور از شبهه باشه، این کار انجام بدیم. اما اگر میتونستیم تأثیر بذاریم و اون مخاطب خارجی رو مستقیم هدف قرار بدیم، بهش بگیم نگاه کن بسم الله، این قابلیت راستی آزمایی داره، این اسرائیل هم چه ادعایی کرده، اینم در واقع استدلال مخالفینش خیلی محترمانه. چه اتفاقی میفته؟ یه دونه آهنگ طرف خون بوم بوم اسرائیل، ویوش میلیاردی شد. الان امروز میرن جلو در این رستورانه که صهیونیست‌ها هستن، عمدن ماشینشون رو روشن میکنن، این آهنگر زیاد میکنن تا دل اونها رو بسوزونن. کجا؟ تو غرب. طرف پرچم ایران برداشته، پرچم فلسطین هم گره زده تو خیابونای آمریکاست، اروپاست، یادم نیست کجا، این کشور غربی بود، داره میزنه به اون کسی که پرچم اسرائیل برداشته و خیبر یا صهیون داره میگه. خیلیش از همین کلیپایی که مداحی ایرانی و عراقی روشون بود اینا وایرال شد، پخش شد. نتیجه چیه؟ توی تیک تاک یادتون رفته چالش سلام فرمانده رو افتاده بود، یا تو کره جنوبی احترام نظامی میذاشت، همین سلام فرمانده رو در واقع دابسمش رو انجام میداد، لیپسینگ میکرد. خب این یعنی چی؟ از این ابزار اینا تهدید نیستن، این چاقویه که میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه، میتونی شما بیشتر ازش استفاده کن. اینو فراموش نکنید. ببین من رائفی پور که آدم صدا و سیما که نبودم، یعنی آدم صدا و سیما یعنی که برآمده از صدا و سیما که نیستم. مثلا بگید که نمیشناختیم رائفی پور اومد تو صدا و سیما سخنرانی کرد، دانلود باهاش تلویزیون نشون داد، برنامه‌های هفتگیشو نشون داد، نمیدونم چیشون نشون داد، کارشناس بود، ما شناختیم میشه این آقا کیه، بریم مثلا تو اینترنت. دقیقاً برعکس بود، یعنی همیشه صدا و سیما از ما گریزانه. خب دیگه خورده انتقادا میره بالا، مجبور میشه یه پخش میکنه. شما همین ایام نگاه کنید، مثلا دیگه اوج نیاز به کارشناسی امثال بنده بوده. خب میبینید که باز هم تو صدا و سیما ما راه نمیدن. خب منم نمیخوام بگم که ما راه نمیدن، شاید یه نفر بگه تو چرا این لفظ استفاده میکنه. از قضا برنامه که بنده شرکت کردم تو برنامه‌های حالا مثلا صدا و سیما فلان برنامه به عنوان کارشناس رفتم، برید بپرسید از خودشون، بیان من دعوتشون میکنم بیان بگن بازخورد برنامه چطور بوده. مدیر شبکه تشکر، مجری تشکر فلان، بعد هم مدیر شبکه میکشه که میگه به من فشار میارن نمیدونم فلان. میخوام بگم خود شما من رائفی پور امروز از طریق اینترنت میشناسی، همین الان داری تو اینترنت منو میبینی. بله تو اینجا نمیدونم سایت‌های آنچنانی هم هست، نمیدونم فلان شبکه اجتماعی فلان. خود یاد بگید درست زندگی کنیم من و شما. ما بچه‌هامون اینجوری بار بیاریم. خب من منکر این نیستم محیط باید سالم باشه، اصلا در این تردیدی نیست، در این شکی نیست، اون اصل است. اما یک امایی هم اینور هست. دشمن آمد تحریم کرد چه به ابی طالب، اماش اینور بود که آیا مسلمان‌ها حق داشتن کافر بشن تو فقر؟ مگه نمیگید امیرالمومنین میفرمایند از اینور فقر بیاد از اینور ایمان میره؟ خب باید همه تو شبه ابی طالب میگه سنگ به شکم بسن، یه خرما رو 3 نفره میخوردن، هسته‌های خرما رو آرد میکردن باش نون درست میکردن. و توجیه داشتن دیگه. نه اینکه اسلام و تو دین تو باید علی رأس زوج روی نیزم حفظ بکنی، ته یه دخمه، الگوم کیه؟ امام حسین حضرت موسی بن جعفر، ته یک دخمه یک سیاه‌چالی هم دین تو حفظ بکنی. اما میخوام میگم این ابزار اینه. امروز اون شیعه که تو فرانسه خودشو مؤمن نگه داشته برای ظهور تو دل سیاه آخر الزمان، اون دور و بر چه خبره؟ تو شبکه‌هایی که میبینه چه خبره؟ تو خیابون میاد مثلا سر کوچه مشکی زدن. خیلی از این کشورها اصلا جرمه، یعنی اون پرچم امام حسین بزنی طرف میکنه. پرچم حزب الله بیاره بالا، خدمت شما عرض بکنم باش برخورد میشه. اینا حجت بر من و شما تمام میکنه. ببینید کار به کجا رسیده که امروز بعد کارگردان اومده در دفاع میگه که نه من هدفم کشور خاصی نبوده اما به این مسئله اعتراض دارم. خب خوبه، همین عالیه. اینکه فلسطین یک کلید رمزآلود باز شدن درهای فرج است،
بر مسلمین و غیر مسلمین است. خیلی اتفاقات بزرگی تو این 2 سال افتاد، خیلی. یعنی صهیونیست‌ها تمام سرمایه اجتماعیشون رو نابود کردن. اون که صدها میلیارد دلار براش زحمت کشیدن. مسی رو بردار ببر کنار دیوار ندبه، آهنی رو بردار ببر کجا. خب اینا همش به باد رفت، همش به باد رفت و روز به روز بدتر هم خواهد شد انشاءالله. هرچی من تو هوشیارتر باشیم از این فرصتی که خون بچه‌های غزه فراهم کرده بهتر استفاده میکنیم. امروز ببین اقصا نقاط دنیا طرف اصلا کافر بیدینه. این گرتا ترنبرگ، من خودم علیش کلی توییت دارم سر معاهده پاریس. این دوره افتاده بود یه کشتی جمع کرد بریم محاصره غزه رو بشکنیم. طرف انگلیسیه میگه من پول دادم منو به عنوان برای پرستار بفرستن بتونم برم. اومده در مرز رفح، طرف مصری اروا عمش مسلمون مرزو بسته، گریه میکنه اونجا به مسلمونای مصری، میگه تو رو خدا کاری کنید من بتونم برم تو غزه کمک کنم. خب خدا چه جوری دیگه حلال زاده و حرام زاده های فکری رو از هم جدا کنه؟ چه جوری قلبه های سالم و مریض از هم جدا کنه؟ این آدمه رو میبینی این وقت ظهور شکل بگیره یدخلون فی دین الله افواجا، مثل برق میاد کنار شما وای میسته و از کنار شما ای بسا یک شیعه‌ای بره بعد آن طرف بایستد، چون با فلان امر و نهی امام زمان خوشایندش نیست و به ضررشه و به منفعتش نیستش. روزگار عجیبی رو داره میبینیم که یحیی سنوار سنی میگه که سازشی در کار نیست، یا پیروز میشویم یا کربلا درست خواهد شد. یعنی سنی که ذیل گفتمان کربلاست، بعد اینجا شیعه 12 امامی که فقط به بستن به آمریکا و اسرائیل داره فکر میکنه. صحبت ظاهره نیست، صحبت این مشکیه نیست، صحبت این قلبه است که سفیده یا مشکیه. یا علی